ساکنان چندین دهه در شهر پنجکند از فعالیت کارخانه عظیم چینی شکایت دارند و میگویند این کارخانه اساساً به استحصال زر مشغول است ولی به اطرافیان ضرر می‌آورد. چند کان و سیخ‌های استحصالی کارخانه مشترک چین و تاجیکستان با نام زرافشان در حدود دهه‌های جماعت کاسه‌تراش و شینگ فعالیت می‌برند و باشندگان آن را خیلی به تشویش انداخته است. چندی از پالایشگاه اساسی و پرتوگاه این کارخانه تقریباً در 300 متری دهه خمگران جماعت کاسه‌تراش قرار دارد. ساکنان میگویند بارها به مسئولان این کارخانه مراجعت کردند ولی برای ایمنی خود نتیجه به دست نآوردند. به قول گروهی از زنان و مردان کهنسال این دهه تا 25 سال پیش خمگران طبیعت زیبا و آب و هوای مصفا داشت ولی بنیاد شدن کارخانه عظیم طلاشویی در اطراف آن این همه را زیان‌آور ساخته است. به ادعای ساکنان بعد چند سال فعالیت این کارگاه وضع سلامتی آنها بد شده است. یک داروی زهرناک است در همون زواد می‌اندازد برای جدا کردن طلا. سیانید گفتگی همون سیانید خلق بسیار زیانی عالم دارد. من این پایون قشلاق اینجا ساختگی با پشت این تیغه این بولوکه ممکن دیده باشید. من دو تا فرزندم، همون یکتیش کسل شوش یکتیش راه نفس، هر دیشم میسلفت. تابستانم حال همین سال تابستانش خیلی میسلفن همونا. به قول ساکنان این کارگاه در آغاز فعالیتش در سال 1997 خیلی خرد بود و این دهه زمین‌های کشاورزی زیاد داشت. اما با وسیع شدن حجم زرشویی کار دهقانان و چارواداران را تنگ کرده است. سال 2008 کارخانه مشترک زرافشان برای ساختمان پالایشگاه 53 هکتار زمین ساکنان را که قسمتی آن زمین پرزیدنتی می باشد برای ساختن پالایشگاه گرفتند. به عوض زمین‌های اشغال کرده ساکنان میگویند با آنها دیگر زمین‌های کشاورزی ندادند. زمین چراگاه پا نگرفتند، ما جای رفت نداریم. با نزدیکی 50 سر چاروای خورد دورنی پالایشگاه به مرد. کسی نمیپرسد مردم به حالت وزنی آمدند، شرایطش وزنین. حاضر بالا با من هم پالایشگاه با 20 بار رفتیم، گفتیم که آخه این چنگ و غبار همه به سر مردم است. ما آب میزنیم. من بینید همین شبا آوازی تخینگاچونان هم بلند که این قشلاق به بیمارها هستند، کودک‌های بستری هستند، کسی اعتبار به نظر نمیگیرد. نمی خلق حال بیکار گشته است. دیگه جا آدم گرفتیم اینجا نگرفتیم. اینجا همین سال دو کس سه کس گرفته. آدمای محتاج به کار گرفته دیگه. یک خودی که 5 تا 6 تا بچه داره همش بیکار. 17 تا گاو او خورد، یکی از همون گاوها گاو من بود مرد وای دیگر گاوها حالا زنده اند و بچه پرتاس هم میشه برای همون دارو شده. بحث باشندگان اینجا با شرکت 4 سال پیش شدیدتر شده است. سال 2019 کارخانه در حدود دهه خمگران در شفت چشمه دهه که آن زیاده از 100 هکتار زمین را آبیاری میکند و آب آشامیدنی ساکنان را نیز تامین نماید به ساختن پالایشگاه نو شروع کرده است. این پالایشگاه نو در حدود بیشتر از 6 هکتار زمین بنیاد شده. ساکنان میگویند این حالت وضع آنها را دشوارتر میسازد. همین سال این پالایشگاهی که حاضر شد میتر کند، اقلم یک خبری ندارد که یک خبر رساند که آگاه کردن نشده کار که حاضر من اینجا میتر کنم. در تریزه افتی زمین لرزد در جمعه شخص میشیم. یکم مراجعت یکم کسی به این آبان نمیگیرد. مسئولان این کارگاه نیت دارند 47 عائله این دهه را که به پالایشگاه نو نزدیک زندگی میکنند به دیگر زمین این شهر کوچانند. آنها میگویند این لایحه در اساس آموزش ها روی کار آمده است. کارخانه مشترک زرافشان که از استحصال معدن از 2 کان تشکیل کرده شده است و هم لایحه کان ها هم دارای لایحه است. لایحه با تمام ساختارهای دولتی هماهنگ کرده شده است و همین لایحه ها خلاصه اکولوژی دارای خلاصه اکولوژی است و گفتنی هستم که برای بهداشت وضع اکولوژی کارخانه همه روزه هر در روزانه و شبانه راههای تکنولوژی کارخانه با 10 عدد ماشین های آبپاشی برای کم کردن چنگ و غبار
کار میکند و خودمون می‌دیم. کارخانه صنعت کوهی زرافشان اساساً در کانهای طلا و مس منطقه ترار و جلو به کارکرد این اشیاء قیمت‌بها مشغول است. کارخانه مشترک زرافشان در ناحیه پنجکن و در بالای یکی از کمربندهای زرخیز جهان در آسیای مرکزی جایگیر شده است. از سالهای 90 عصر گذشته تا سال 2007 اکثریت سهمیه‌های این کارخانه به یک شرکت بریتانیایی تعلق داشت. بعداً آن را شرکت چینی تولید طلای زیجینمینینگ گروپ خرید. به اطلاع دریافتی مالک 70% سهمیه‌ها شرکت بین‌الخلقی چینی صنعت کوهی تزینفن است و 30% دیگرش را حکومت تاجیکستان در اختیار دارد. بغیر از طلا در آن فلزات گرانبهای دیگر نیز استخراج می شود. تقریباً 10 سال پیش در زمینه این کارخانه عظیم ظرفشویی در حدود جماعت دهات شینگ سیخ استحصالی آهک نیز ساخته شده است. اما ساکنان این جماعت از زیان این کارگاه در اطراف دهه‌هایشان شکایت دارند. باشندگان اطراف آن میگویند حالا دود و غبار و پرتاب‌های آن به محیط زیستشان تاثیر رسانده باعث کاهش یافتن حاصل کشاورزیشان گردیده است. بابا شاهنظر ساکن 60 ساله دهه رشنه پایان شهر پنجکن در دامنه‌های این منطقه سالهاست که به باغپروری مشغول است. وی در حدود 10 ساتق زمین و در اطراف یک کارگاه استحصال آهک چینی دوارها از حاصل درخت و زراعتکاری‌ها زندگیش را می‌گذراند. ولی به قول او سال از سال ثمره مهنت‌هایش کمرنگ شده‌اند. بذار پیشتر شفتالو نقد من شفت نقد کو آیا چند تا قدم شفتالو مزه شمنیه دو شیرینی اختشنی نقد زمانی همین دو تا خلاف خودم اینجا اومد زیر میکنم دو تا سلام ها دو تا اینجا خلاف میدم همین تاثیر همین زبان دیگه اثر میکنه بیشتر اولی پیش زبان نمیدونم نقد بیشتر که کمی حال کمی میکنه همین در همین یه سیب هست فقط دونش کمی داره. دهه رشنه پایان در 60 کیلومتری شهر پنجکن و در دامن کوه‌ها جایگیر شده است. ساکنانش اساساً به کشاورزی و شارواداری مشغولند. ولی بعد از آنکه صاحبکاران چینی به استحصال محصولات ساختمانی شروع کردند، هم یک قسمت زمین‌های کشاورزی و چارواداری را از دست دادند و هم حالا از کشاورزیشان ناامید ماندند. این کارخانه بر هم اهل دیها یگون منفعت نوار است. ضررش هست تمام. ضرر همین میوه‌ها و ضرر کرد. میوه‌ها من درخت‌ها هست بالا هم خودی یارو شده دیگه انا فقط همین خوشی باشه. شفتالو کلون بود مایده شد. شفتالو میخه. در دولو شفتالو فقط من خوشی شد. سیبا من چنگش ببینم من دیدی ساگی گویا که من هم خیال برای ها ده همون روی بوما بین ده همون کویگش شخص هم چنگ آن راست چنگش خواهی رو پشتنی. آو کوزه کم نفس میگیریم مثال گفت خیلی مو اکو سالو ما رفته دی بچه‌ها یوش من خیلی ها گویا که اگر نفس کشته گویا که کساش هم بروان جایی نوله زهری هم لکنی چیز نیستیم. ساکنان این دهه دوردست میگویند در اول از آغاز فعالیت این کارگاه خوشبین بودند که احتمال ده‌ها باشندگان اطراف را با کار تامین میکنند، ولی حالا میگویند نه جای کار بلکه بیشتر زیانش را میبینند. کارخانه اگر همین مردم دیها هیچ نباشه یک 5-10% هم با کار قبول کنن که یک بهبودی برای ما خلق میشه. دیگه چیکار کردن میتونه کارخانه دیگه اون باید نیست. البته این موضوع آهک کارگر زیاد طلب نکرده شده است. لیکن به هر حال از دهه 2-3 نفر در همین زبان کار کرده شده که اینا هم فایده اهل دهه است. مثلا امید دارید که همین روش کلانتر شود؟ امید داریم که در صورت استحصال زیادتر این با مردم به کار جلب کرده می شود و به هر نوع مردم به کار تامین کرده می شود. وقتی وارد این کارگاه گردیدیم با چندین چینی تبارهای مشغول کار هم صحبت شدیم، ولی در نزد دوربین نخواستند در این باره صحبت کنند. در همین حال مسئولان اصلی این کارخانه میگویند زیان این سیخ را بارها سنجیدند. کارخانه هر سال با مراجعه کارخانه از طرف کمیته محیط زیست جمهوری تاجیکستان متخصصان برای گذراندن مانیتورینگ اکولوژی با کارخانه ما میان و ما تمام منطقه کاری حتی اهالی گرد و اطراف را از نمونه‌های آب، خاک و ترکیب هوای را انالیز میکنند و خلاصش را با طرز خطی یعنی اکولوژی است که مانیتورینگ میگن با ما پیشنهاد کرده هستند که همون حالت وضع کارخانه از معیار پدیکا یعنی کم است.
حالا به گفته آنها تنها حدود 10 نفر در اینجا کار میکنند و قسمی از آن ساکنان محلی هستند. طبق معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان این سیخ سالانه تا 10,000 تن آهک استحصال میکند. ولی باشندگان اطراف آن میگویند باری هم در عوض زیانهایش بر مردم ده کمک یا جبران نرسانده است. به فرق از دهات جماعت شینگ به باشندگان محله نزدیک به پالایشگاه دهه خمگران و بعدی مراجعت‌های پیاپی سال گذشته کارخانه مشترک زرافشان جبران پولی تعیین کرده است. ولی ساکنان میگویند برای دریافت آن به ببندوباری‌ها روبرو میشوند. اگر اینقدر سال نبوده من همین از ماه دکبر همین 2021 جبران پولی جدا کردن طبق شرطنامه همین از همون کلانش گنرال دیرکتر همین خطای آمده همینجا مجلس گذاردن شرطنامه بستن با مردم که هر ماه جبران پولی 150,000 برای همه اهالی مدیه جدا کرده شده بود. همین را همین شخصانی که همین دخل دارن همین را بعضی وقت میدهند بعضی وقت نمیدهند. یک ماه آبشیر 47 خواجگی که میکوچیدن تصدیق شده که همونا با دادن و این مردم جدا کردن. من همینم خیلی وینیدی وضعیتش نه از وقتش قطعی داده مردم ناراضی مردم از همین چیزا. در این دهه حدود 200 عائله و قریب 1000 نفر زندگی میکنند. تا آغاز فعالیت پالایشگاه نو کارخانه به ساکنان وعده داده است که 47 ساکنی آن را به منطقه بی‌خوف کوچاند. ولی به گفته ساکنان نه این را تا حال عملی کردند و نه غم باقی مانده ها را میخورند. بعد از که پالایشگاه اینجا شود با همه ضرر میبیند. باید که همه بردارد. همه جای منزلش قطعی همه بردارن. باقی مونده کجا میرون؟ زهر آمد تا پشتی خانه من فرض کنیم. اون طرفش برداشت این طرفش به آن زهر تاثیر نمیرسانند می. من بین این پالایشگاه حاضر 200 متر بین قشلاق به 200 متر. این همیش زهر، هوا ویرون، مردم همه ناسالم. حکومت به اختیار خود کوچیده نمیتونه چون که این قدر سال بازمون خانه کردیم چیز کردیم مهنت کردیم همیشه آباد کردیم اکنون زندگی میکنم گفتم با پیشم بسیاری هم مردم بیچاره رفته فدراسیون روسیه کار کرده آمده اما مغلق خانه درشون آباد کردن. اکنون کجا میکوچن مردم مجبور که کوچاندو نیک خود دولت باید که کوچونه مردم زمین جدا کرده مردم کوچاندنش در کار بعد می زید کارخانه دولت نیستیم زید دولت نیستیم. سالهای اخیر چند شرکت چینی به تاجیکستان وارد شده در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس اطلاع رسمی کان‌های طلا نیز یکی از بایگری‌های تاجیکستان دانسته می‌شوند. اکثراً از جانب شرکت‌های چینی جستجو و کارکرد می‌گردند. بنا به گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 5 سال پیش افشای طلا درباره استخراج طلا را منع کردند تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. نمایندگان شرکت‌های چینی که در تاجیکستان به کارکرد طلا مشغولند از شرح همه گونه اطلاع از حاصل همکاری‌هایشان خودداری می‌کنند. مقامات دولتی هم خوش ندارند که در موضوع کارکرد کان‌های طلای تاجیکستان با سهمیه‌های بیشتر به تفصیل صحبت کنند. آخرین معلومات در سامانه رسمی وزارت صنعت و تکنولوژی نو درباره این کارخانه نوشته شده است که جمعیت دارای محصولاتش محدود کارخانه مشترک زرافشان عظیمترین کارخانه استحصال کننده محصولات صنعتی در ساحه صنعت کارکرد معدن جمهوری به شمار رفته در نیم ساله یکم سال 2020 به مبلغ 1 میلیارد و 794 میلیون سومانی محصولات استحصال نموده است که نسبت همین دور سال 2019 به مبلغ 683.6 میلیون سومانی زیاد بوده. حصه آن در مجموع محصولات صنعتی جمهوری 13.6% را تشکیل داده است. عین زمان در جمعیت 2107 نفر کارگران فعالیت نموده. مزد میانه مهنت یک نفری آن به 4058 سومانی برابر می باشد. با این وجود بار اول نیست که مسئولان کارخانه طلای زرافشان در شمال تاجیکستان با ساکنان محلی وارد بحث می شوند. کارکنان این اداره در گذشته از نابرابر گرفتن حق خود و ناعدالتی‌ها در این کارخانه شکایت کرده بودند. مردم محلی میگویند شکایت‌هایشان از عملکرد آنها به مقامات‌های بالایی هیچ نتیجه نمی‌آورد و مسئولان حفظ حقوق نسبت کارمندان آن چاره‌اندیشی نمی‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند.